یگانه چاوشی با هم میخوندن، مگه یادتون نیست؟ خیلی خواننده ها داشتیم با هم میخوندن، بعد از هم جدا شدن، مثل اندی و کروز. ای دختر سهر غلط کردم، ببخشید من انگام مثال خدمتتون هستم. بعد جدا شدم. اما اگر محسن چاوشی و یگانه از هم جدا شدن که بچه دار نمیشدن. نخندید، شما اصلا از عالم موسیقی چی می‌دونید؟ سالها بود که من فکر می‌کردم کامران هومن زن شوهرم. من فهمیدم اینا خواهرم با هم دیگه که بگم آهنگشون. دوسته تا حالا هم بزنی کسی متوجه نمیشه صدا هست. توجه می‌کنید؟ بگذاریم از این صحبت ها. اصلا یه آهنگ بندری خودم دارم یادتونه چند سال قبل تو هوای دیگر بندر اصلا از این خواهی بود اصلا نشته شما حالانی نداره واقعا نجید حوالا یاد نبیم تو هوای گرد بندر توی بازار بودم جان بیرون کنو زنو سیدی نزون آدمی زدی به جنبان داره دون میزنه و قریب دیگران بنجی روزا عجیب غریبی آنچنان که افتاده دانی خداوند اون روز رو نیاره که به سرا ساپور بپوشن واقعا خیلی افتخار میشه. تصورش حتی حال آدم برای میزنه پاهاشون شبیه دو تا کیوی میشه که پشمک حاج عبدالله از سوراخ‌های ساپور زده بیرون یه صحنه رفلت زن میشه. بیا بزرگتر شدی متوجه باشید که علم بهتره از ثروت واقعی چیه؟ فقر واقعی کنید. میگفت فقر واقعی یعنی آدم دو تا علنگوی طلا تو دستش باشه، دو تا دندون خرابم تو دهنش باشه. کدوم واجب‌تره واقعا؟ که میگفت بعضی از این دخترها از بس مسواک نمیزنن دندوناشون زرد میشه، رشد که میزنن میخندن، پرچم اسپانیا دیگه میشون تو عزیزان اشاره کردن که وقت بنده تمام است. خسته شدیم؟ آقا یعنی میگید چون بحث شام هم فکر کنم مطرح هست موافقید اصلا شام نخوریم؟ تا من اگه رو لج بیفتم تا 3 صبح یه تک میرم ها. چه منتی سر آدم میزه چقدر سخته واقعا با کوچکترین آیکیو میشه گفت احبون من چقدر